توان دریافت از تفسیر آثار سلیمانی. شکوه علم تاجیک نیست کم از علم یونانی. چون در محتوا و حجم آثارش بیندیشی، یقین دانی که هست از دوده رخشان سامانی. گهی با منطقی سینا به عمق علم ره جوید، گهی با ابن یقظان است در حالات عرفانی. همیشه در خطی پیشی سخن بوده به چندین خطی بشکسته و کوفی و نستعلیق و ریحانی. عجم را ختم دعوی شد به میدان سخن سنجی، عرب را زیب دفتر شد چو فرهنگی سلیمانی. این شعر بسیار هم خوب و خواندنی در توصیف استاد عزیز سید رحمان سلیمانی گفته شده است از طرف شاعر خلقی تاجیکستان رستم وهابزاده. سلام و درود بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. اینک باز هم یکی از برنامه‌های گنج فرهنگ است از فانوس منبر اندیشه و مهمان ما هستند یکی از شخصیت‌های بسیار برازنده، عالم پرکار، عالم سرغیرت و کوشا، داننده بسیار عالی درجه زبان عربی، فرهنگنگار، فیلسوف، دکتر علم فیلولوژیا، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان، اکادمیک اکادمی زبان عربی جمهوری مصر عرب، استاد محترم سید رحمان سلیمانی. استاد عزیز به برنامه ما به استودیوی روزنامه جمهوریت خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر زیاد برای دعوت و پذیرایی بسیار صمیمی و گرم. استاد ارجمند ما نه تنها در عالم علمی تاجیکستان بلکه در عالم علم عرب هم یکی از شخصیت‌های بسیار معتبر محسوب می‌یابند. دلیل این گفته‌ها جایزه بین المللی قطر است که از دست شاهزاده قطر ابن حمد چند پیش گرفتند. این جایزه را اصلا برای محصول کدام رنج‌های شما سزاوار دانستند استاد عزیز؟ تشکر بار دیگر برای پذیرایی گرم و صمیمانه. قریب 30 سال حیات خویش را برای تألیف کردن فرهنگ عربی تاجیکی صرف کردم و بعد از سالهای خیلی طولانی در سال 2005 با دستگیری پیشوای ملت تاجیک پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این کتاب روی چاپ را دید و بار اول یعنی چاپ اول این کتاب سال 2005 به چاپ رسید و بعدتر بعد 5-6 سال دیگری تکمیل کردن این فرهنگ سال 2011 از سر نو این کتاب به چاپ رسید، البته با تعداد خیلی کم ولی به چاپ رسید و امروز دسترسی خواننده و محققان تاجیک است و در زمان ما که تاجیکستان اکنون صاحب استقلال و استقلالیت ملی به دست آورده است، از وظیفه های اولین درجه وطنداری ما پیش از همه ترجمه، بازگردان، ترغیب و تشویق آثار عربی زبان خلق تاجیکی با سبب‌های مشخص تاریخی به عربی نوشته شده است، ترجمه و بازگردان کردن آنها و دسترس خواننده و محقق تاجیک گرداندن است. برای عملی ساختن چنین کار پیش از همه یک دستور علمی در ساحه علم در کار است که به نظر ما چنین دستور فرهنگی زبانی این یا آن ملت می باشد و در عین حال انا همین فرهنگ عربی تاجیکی که ما در دوام زیاده از مثلا 20 سال ما زحمت کشیدیم و به چاپ برآمد و در زمان حاضر این لغت را در شکلی وسیع‌تر به زبان‌های تاجیکی، عربی و روسی تیار کرده ایستادیم. در وقت‌های نزدیک امیدوار هستیم که از نو چاپ شود
و ما توانیم به همون فرهنگ کهن بنیاد خود و به فرهنگ عربی زبان آشنا شویم. و جایزه هم برای همین فرهنگ داده شد. بله، همین زحمت ما رو در یکی از کشورهای عرب با نام قطر مشهور است. بعد پیشنهاد همین نسخه فرهنگ و بعدی تحقیق و بررسی این تحقیق از جانب شخصیت‌های علمی متخصص و اختصاصمند، این فرهنگ ما لایق جایزه کشور قطر را گردید که در بین زیاده از 44 مملکت جهان که در آنجا شرکت ورزیدند، ما یکی از جایهای اولین را نائل گردیدیم. خوشبختانه شما یکی از مؤلفان فعال روزنامه جمهوریت هم هستید و تازه ترین آثار علمی و ترجمه‌ای خود را نخست شده در جمهوریت چاپ میکنید و چند پیش ماه آگوست سال جاری یکی از رساله های بسیار معروف ابن سینا، کتاب الحیوان که اصلا به زبان عربی تالیف شده است، شما به زبان تاجیکی ترجمه کردید. من میخواستم بفهمم که ترجمه این اثر که صرف علمی است، برای شما که همچون فیلسوف، همچون فیلولوگ بیشتر سرگرم کار علمی هستید و چه مشکلی ها داشت؟ به مناسبت 3 سالگی استقلالیت ملی جمهوری تاجیکستان من در دوام قریب 7 سال 2 اثر بسیار هم نامعلوم ابن سینا که به علمهای طبیعت شناسی تعلق دارند، یکی از آنها کتاب النبات یا گیاهنامه و کتاب الحیوان یا جانورنامه می باشند، بار اول در تاریخ عرب شناسی و شرق شناسی هم جمهوری تاجیکستان و هم عرب شناسی دوران شوروی بار اول به زبانهای روسی و تاجیکی ترجمه شدند و امروز اکنون این کتاب ها دسترس محققان، خوانندگان و هواداران ابن سینا می گردند. این 2 اثر بسیار مهمی شیخ الرئیس که امروز در ضمن آثار فلسفی و علمی او یک مقام و مرتبه بسیار عالی دارند، تا امروز ترجمه نشده بودند و البته مورد تحقیق و پژوهش عالمان و خاورشناسان جهان نگردیده بودند. هرچند این اثر چنان که میبینیم در اروپا سال 1141 به زبان لاتینی و به زبان قشتیلی، یکی از زبانها و لهجه های کشور اسپانیا که آن را اون وقت اندلس میگفتند، به این زبان ترجمه شد و اروپایی ها هنوز از مابین های عصر 12 به آثار ابن سینا و مخصوصا به کتاب شفا و القانون فی الطب آنها آشنا گردیدند و چنان که معلوم است تا عصرهای 18 و 19 القانون در اروپای عصر میانگی و در آن زمان به حیث یک کتابی روی میزی دانشمندان و طبیبان اروپا بود و آن همین اثری بسیار مهم، اثرهای بسیار مهم. البته القانون ترجمه شد به زبان روسی، هم ترجمه شده است به زبان تاجیکی. یکی از عرب شناسان شناخته تاجیک شادروان شهاب‌الدین و سید نورالدین ترجمه کردند و این کتاب امروزها دسترس خواننده و محقق تاجیک می باشد. ولی این 2 کتاب دیگری ابن سینا، یعنی چنان که ذکر کردم کتاب النبات و کتاب الحیوان، هنوز ترجمه نگردیدند و امروز آنها ترجمه شدند و سبب ترجمه نشدن این اثرها را من بعد تحقیق و مشاهده و ملاحظه این اثر تعیین کردم و معین کردم که در ایران هم هنوز این اثر ترجمه نشده است تا جایی که من آگاه هستم و سبب این را من بسیار فکر کردم و در آخر به همین نتیجه رسیدم که این اثر
در تاریخ علم جهانی و در تاریخ فرهنگ عربی زبان تاجیک اثری یگانه است. چنین اثرها با نام کتاب الحیوان از نویسنده بسیار بزرگی عرب جاحظ و یک نویسنده دیگر حیات الحیوان نوشته شده بودند که کتاب الحیوان البته پیش از ابن سینا بود و حیات الحیوانش بعد ابن سینا، ولی این کتاب ها اثرهای صرف علمی نیستند. کتاب الحیوان جاحظ کتاب فلسفی، ادبی و تاریخی است و کتاب الحیوان دومیری که من گفتم این یک کتابی نیم ادبی، نیم تاریخی و نیم درباره حیوانات است. ولی ابن سینا اثر خود را در پایه روش‌های صرف علمی زمان خودش مثل ارسطو که یکی از اساسگذاران علم طبیعت شناسی و از جمله کتاب الحیوان می باشند پیروی نموده است. و وقتی که من با ترجمه این اثر آغاز کردم و با یک قسمی آن را ترجمه کردم، در ترجمه وی بسیار در ماندم، زیرا که در داخل متن این کتاب صدها اصطلاحات یونانی زبانی در شکل تحریف شده عربی وجود داشتند که خواندن اونها برای خواننده و از جمله برای بنده بسیار دشواری پیش آورد و من براستی که بسیار در فکر ماندم که این اثر رو ما چگونه ترجمه میکنیم. ولی کشف اسرار این را از مقدمه ابن سینا من دریافتم که بزرگوار در اونجا میفرمایند که ما این اثر خود را در پیروی به اثرهای معلم اول یعنی ارسطو نوشته ایم درباره حیوان را یعنی، ولی درباره انسان را بیشتر به آثار علمی خودمان تکیه کرده ایم. انا از همین جهت هم من مجبور شدم که با آموختن آثار بسیار چند اثری ارسطو که با نام‌های تاریخ حیوان، قسم‌های حیوان، پیدایش حیوان بودند، در دوام 2 سال آن کتاب‌ها را خواندم، از اصطلاحات آنها با خبر شدم و آهسته آهسته اسرار همین اصطلاحات نافهمایی که در کتاب الحیوان شیخ رئیس بود آنها را پیدا کردم و در طول 7 سال هر دو کتاب را به زبانهای تاجیکی و روسی ترجمه نمودم و گمان میکنم که در علم طبیعت شناسی تاجیک این ترجمه یکی به اصطلاح سخنی نو است و این ترجمه و این اثرها و این 2 اثر شیخ رئیس اکنون منتظر تحقیقات دانشمندان ساحه هم بیتاری عالم حیوانات و هم عالم انسان و بزرگی ابن سینا و عجیبی این 2 اثر ابن سینا هم در همین است که ابن سینا عالم اطراف را از 2 جنبه، از نگاه انسان و از نگاه حیات حیوان مورد تحقیق قرار داده است و در اینجا در ساحه‌های مختلف علم طب کشفیات‌های بسیار مشکافانه کرده است که البته اینها را متخصصان همین ساحه بعد آشنایی با این کتاب‌ها کشف خواهند کرد. شما ضمن پژوهش و ترجمه آثار ابن سینا ثابت کرده اید که زبان تاجیکی، پارسی ما زبان علم هم هست. اما امروز یک زمره مردم ناآگاه دعوا میکنند که زبان تاجیکی قدرت زبان علم شدن را ندارد. شما که تجربه دارید در این سمت کارهای بزرگ هم کردگی هستید،
ба амин чунин даъвогарони пуч чӣ вокуниш нишон медиҳед? ҳамеша камбуди инсон дар ин аст ки як чизро надониста қазовати нодуруст мекунад. мо чизро нахонда нашинохта дар бораи он қазоват карда наметавонем. ин як тазоди таърихӣ аст ки як миллате ки фарз кардем 1000 сол пеш дар сурати осори мисварӣ донишнома, дар сурати захираи хоразмшоҳӣ ки дар 10 ҷилд ба забони тоҷикӣ ноб ҳаст ва ба забони арабӣ ҳам ҳаст. ин ба забони тоҷикӣ имкон буд ки масалан забонҳои илмӣ навишта шавад. акнун чӣ шуд ки имрӯз ин забон ин қадар паршикаставу фарз кардем нотавон шуд? айб дар ош аст ё дар мош? айб дар ин аст ки мо забони худро намедонем, мо онро хуб аз худ намекунем. ва ибни сино ба забони модарӣ хизмати беҳамто кард. ин шахсе буд ки ба гуфтаи худаш ки дар муқаддимаи донишномаи алоӣ омадааст, ба забони порсии дарӣ андар ҳикмати ниёгон бо фармони алоудавлаи коквай донишномаро навист ва аз ҳамон замон пояи осори фалсафӣ ва илмии забони тоҷикиро бунёдгузорӣ кард. ва маълум аст ки барои навиштани асарҳои бузурги фалсафӣ ва махсусан бахши илоҳиёти вай донистани як забон ба сурати бисёр мукаммал зарур аст. ва дар ин ҷои шаку шубҳа нест ки худи забони тоҷикӣ ва шайхураис тавонистанд ки ба забони модарӣ асари мукаммали фалсафӣ бо номи донишномаро ба забони порсии дарӣ нависанд ва ҳанӯз аз охирҳои асри 10 ва аввалҳои асри 11 ин забон дар баробари забони пурқудрати арабӣ ҳам ҳамчун забони илм хизмат кард. дар таҳқиқи доктории худ донишномаи алоиро мавриди таҳқиқи оморӣ қарор додам ва ин асарро таҳқиқ кардам ки дар ин асар зиёда аз 52000 калима ҳаст ва таносуб ва таодули фоизӣ ин ҳамин аст ки 29% калимаҳои ин асарро фақат калимаҳои арабӣ ташкил медиҳанд ва 71% онро калимаҳои сирф ноби тоҷикӣ ки ин дар воқеъ ман рости гап бемуболиға гуфта метавонам ки дар таърихи миллати мо аз забони илмии донишнома дида асари тоҷикитар вуҷуд надорад. ман якчанд мисол мебарам аз масалан донишномаи алоӣ дар арабӣ. масалан як мафҳуми ин аз забони юнонӣ ба арабӣ гузаштааст ва дар забони фалсафа бисёр серистеъмол аст ва мегӯянд алҳарака билқаср ё ки алҳарака алқасрия. инро ба забони тоҷикии ҳозира ҳаракати маҷбурӣ ва иҷборӣ тарҷима мекунем. шайхураис дар ҳамон замон ана ҳамин таъбирро чунин тарҷума кардааст: ҷунбиш ба ситам тарҷума кардааст. ё калимаи абро ки дар бисёр асарҳо ҳаст масалан тарҷума кардааст писаргар. ва дар он ҷо бисёр калимаҳои зебои тоҷикӣ ҳаст ки албатта ҳар касе ки ин асарро бо диққат хонад барои худ истифода карда метавонад. шайхураис ибни сино ва яке аз ворисони сазовори ин бузургмард устод сулаймонӣ воқеан тавассути корҳои мондагори хеш собит карданд ки забони тоҷикӣ танҳо забони шеър нест, балки забони илм ҳам ҳаст. ва устод
یک مقاله شما را ما خواندگی هستیم با نام جایگاه مخارج الحروف ابن سینا در زبانشناسی تاجیکی و عرب. در زبانشناسی تاجیک و عرب ما میخواستیم که شما تذکر دهید که واقعا هم همین اثر در آواشناسی، یعنی در همان فونتیک میگویند، در فونتیک عربی هم اثر ارزشمند است و عالمان عرب در این مورد چی نظر دارند؟ در ضمن آثار فراوان ابن سینا انا همین اثر شما ذکر کردید با نام مخارج الحروف یا که به تاجیکی آن را میگن برآمدگاه آوازهای نطق. براستی که از آنجا که من کم و بیش در این ساحه تحقیقات گذراندم و امیدوار هستم که وقتهای نزدیک این کتاب در ترجمه و تحقیق ما به چاپ رسد. ما این را به زبان تاجیکی ترجمه کردیم، تحقیق گذراندیم و در وقتهای نزدیک به خوانندگان دسترس خواهد گردید. راستی که با اعتراف بزرگترین عالمان زمانوی عرب و عرب شناسان غربی در تاریخ فرهنگ عربی زبان، مخارج الحروف در ساحه فونتیک عمومی اثر یکا و یگانه است. اثر ابن سینا از اون جهت اثر یگانه است که این به جنبه اکوستیکی، آوازی و تشریحی آوازهای نطق دقت داده است. یعنی در همون زمان قدیم که مثلا دستگاه های از قبیل اسیلوگراف، دستگاه های دقیق الکترونیکی، آنها می توانند نظام آوازی انسان را دقیق یعنی تحقیق نمایند، نشان دهند. ابن سینا با فراست و دانش باطنی خود همین آوازهای نطق را از نظر علم آناتومیا و علم اکوستیکا چنان بیان کرده است که در 90% دانشمندان معاصر به همین عقیده های ابن سینا راضی هستند. چیکار باید کنیم که هر چی زودتر اون آثار قسمت اعظمی آثار ابن سینا که به عربی اصلا تالیف یافته زود به تاجیکی ترجمه یابند و به سطح و صفت کارهایی که شده ایستاده است چگونه بها میدهید استاد؟ تشکر. بسیار سوالی مهم و بسیار سوالی هست که سوالی داغ روز است. زیرا که الف و یای ما باید ابن سینا باشد. واقعا گفتن زبان شیرین نمی شود. برای آن که ما ابن سینا رو بهتر شناسیم، بهتر آن را به عالمیان آشنا نماییم، ما باید هرچی بیشتر و بسیارتر میراثی به عربی و به فارسی نوشته او را به زبان تاجیکی پیش از همه و بعد از آن به زبان روسی و به اون زبانهایی که ما امکان داریم اینها را خودمون ترجمه کرده تشویق و ترغیب کنیم. بله. تا اینکه ما رو بیشتر شناسند. برای همین در شرایط کنونی با چنان که من در بالا اشارت کردم با تشبث حکومت تاجیکستان امروز در پژوهشگاه فلسفه و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان ترجمه آثار ابن سینا دوام دارد. ولی یک چیزی که برای من موردی چندان خرسندی نیست، این آثار خیلی کم به چاپ میرسد و طبیعی است که به سبب کم چاپ شدن این آثار خوانندگان و هواداران و محققان از خواندن و تحقیق این برخوردار نمیگردند. در آینده از مثلا آرزوهای اساسی ما در این است که آثار ابن سینا هرچی زیادتر و بیشتر ترجمه گردیده به تمام اطراف و اکناف تاجیکستان پیش از همه و معارف و مکتب‌های تاجیکستان
تقسیم کرده شود و حتی از دانشنامه علایی در درس تاریخ و ادبیات پارچه ها و نمونه های نثری در درس ادبیات و در درس تاریخ در آنجا و بچه های ما آموزانده شود تا که آنها از یک طرف به خود ابن سینا آشنا شوند، از طرف دیگر به همون نثر علمی فلسفی که زبان تاجیکی برخوردار بود با اون آشنا گردند. یک چیز دیگری که در این باب من گفتنی هستم امروز درباره ابن سینا شاید در عالم علم چنان تحقیقات های زیاده باشد که درباره کم دانشمندان جهان باشد و امکان باشد انا همین آثار را که آثار عمده را که درباره میراث فلسفی و علمی شیخ رئیس به زبانهای اروپایی و لااقل به زبان انگلیسی ترجمه شده اند در آینده مؤسسه های علاقمند جمهوری تاجیکستان اینها را به زبان تاجیکی ترجمه کنند و ترغیب کنند تا که محققان و خوانندگان ما به ابن سینا آشنا و به این که درباره ابن سینا دیگران چی میگویند به این آشنا شوند. استاد در زمینه کارهایی که زمان شوروی شدند و در 30 سال صاحب استقلالی ما در سینا شناسی بسیار کارهای خوب شدند، ما حق معنوی داریم آیا که یک مرکزی بین المللی سینا شناسی در تاجیکستان تأسیس دهیم؟ اگر این کار میشد نور بالای نور میشد، چرا که اون که مثلا اکنون در تاجیکستان در اکادمی علم ها مرکز سیناشناسی فعالیت دارد، این یک اقدام بزرگی فرهنگی در جمهوری امان می باشد. لیکن اگر یک مرکز جهانی ابن سینا در تاجیکستان می شد، این یک خدمتی بزرگ هم برای فرهنگ، هم برای علم جمهوری، هم برای آبروی بین المللی وطنمون بسیار خوب می شد، زیرا که با این راه ما امکان پیدا می کردیم که ابن سینا را نه تنها به ملت خودمان بلکه به جهانیان هم از نظر تاریخی و هم از نظر علم‌های زمانوی با مردم جهان آشنا سازیم. دوستان عزیز، باز هم یادآور میشویم که مهمان ما بودند استاد بسیار گرامی قدر، فرهنگنگار، فیلسوف و فیلولوژی شناخته تاجیک، پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان استاد سید رحمان سلیمانی. استاد عزیز خوش آمدید. استاد هرچند در رفت صحبت بارها تاکید کردند که هرچند میگویند که من 30 سال سری فرهنگ تاجیک عربی مهنت کردم و 7 سال سری گیاهنامه و جانورنامه، اما باز هم میگن این کارها همه کارهای خاکسارانه است. اما ما امروز با همان یک بیت معروفی پیری توس فردوسی بزرگوار میگویم که بس رنج بردی در این سال 30، عجم زنده کردی بدین پارسی. به بیننده گرامی قدری یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت مراجعت کرده میگویم که اگر این و دیگر مسئله های مهم در رابطه به ملت ما را از زبان محققان ما شنیدن خواهید، مراجعت کنید به یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. با ما باشید.